یه ویدیو دیگه اومد، یه ویدیو منو تاها اومد، این تازه اومده اجزای سلام دوست، شما پیج ما رو فالو کنید. تو رو قرآن فالو کنی بابا. من از وقتی که ما یوتیوبر شدیم الان میفهمم ویدیوهای سعید والکو رو می‌دیدیم لاک می‌کردیم، الان میفهمم چه بدی. خیلی سخت خدایی. ویدیو لیتس گو. آقا شما از بالا وقتی صدا اومد بریم بالا. دیشب برق رفته بود از این طرف صدا میومد. اوه بچه‌ها نگاه کنید روانی نوشت یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ تاها رو نگاه کنم. بچه الان برای ویدیو بر خودش میگیره. به خدا من همین ویدیو چرت و پرتم. عکسش هم خوب بود اگر فالو کنید. بچه‌ها من نمیتوانم ترک کنم در تاریکی. بچه‌ها پیام داد در تاریکی. بعد همه چیز تاریک کنید. نه میگفت من نمیتوانم ترک کنم در تاریکی. بچه‌ها ببینن پیام که داد. بچه‌ها فکر کنم میگه من نمیتونم تاریکی رو ترک کنم، اصلا پیش تاریکیه. ها تاریکی کو؟ تاریکی کو؟ چیه؟ هی خدا وایسا اومدی فهمیدم هشدارش واسه چیه. وقتی دست میذاری اینجا نگیر اینو، دست میذاری اینجا میگه آن چیست. نگاه دیدی دست میذاری اینجا هشدار میده وگرنه چیزی نیست. اگه دست نذاری و ادامه بدیم چی دیگه. واقعا ببخشید ما تازه یوتیوبری ترسناک شروع کردیم دیگه، خودتون درک کنید. لایک و سابسکرایب واقعا فراموش نشه. خیلی ترسیدیم، مخصوصا دیروز هم داشتیم ویدیو میگرفتیم ولی زایی گرفتیم. هیچی پیدا نکردیم. هیچ. بچه ها به کاری کنیم. بچه ها بیان برقار چگونه به اینجا رسید. بچه ها بیان برقار خاموش کنیم ادامه بدیم. برای خاموش کن عزیزا. خاموش کن بس کن. میترسه دیگه. واسه من چراغ با گوشی میزن. قفل نکن درو. نمیش احمق. ببخشید این گوشی روی چراغ وصل خوب نمیگیره. خب بچه ها بشین همینجا. بچه ها همینجا اینو میذارم اینجا. بچه ها میشه به گوشی نزدیک شید. آهای تو یه روحی میشه به گوشی نزدیک شی. میشه به گوشی نزدیک شی. دادا ما داریم ویدیو میگیریم. این دوربین تو ببر اون ور. چه پیام نمیده ولی چیزایی که نوشته اینجا آمده. این هرچی میره پایین تر یعنی اول گفت تفنگ عذاب چی میخوای لطفا برو تو برگشتی. او نمیتواند بماند. آره باشه روانی من نمیتوانم درک کنم در تاریکی آن چیست. چگونه به اینجا رسیدی؟ ما اینجا هستیم احمق. چیزایی که گفته. بچه گفتم ما اینجا هستیم یعنی چند تا سام پیجز رو ایرانی کردی؟ ها؟ پیج نه یعنی اگه اون ما اینجا هستیم منظور شما 4 نفر هستیم. نظرتون رو راجع به این ویدیو بذارید و بگید که چه ویدیوهایی در آینده بذاریم. کامنت شما اینم اگه فالوورای من به 3 تا برسه، به 50 تا که برسه ما هر 4 تا میریم گدایی. مشترک کنیم. به 3 تا آقا پیج همه به 50 تا برسونید تا من به 5 تا برسه میریم خونه مشرکه روبرو. آره. اونجا واقعا یه آقای هست، یه پیرمرد هست، اصلا اجازه نمیدم وارد شیم. نمیدونم چرا. آقا بچه اگه پیج منو فالو کنید من میرم خونم اونجا خونه مدرسه است، قطعا میرم اونجا نگاه میکنم و بچه بخونم.
آقا هیچی معلوم نیست، هیچی معلوم نیست. بچه‌ها متاسفم این ویدیو زیاد براتون جذاب نشد، ولی دیگه ببخشید دیگه. بچه‌ها ببخشید این ویدیو جذاب نشد. دیگه لایک و ساب فراموش نشه. تو آینده ویدیوهای بهتری میگیریم و براتون میذاریم. بارون گرفت. اون کیه؟ یکی اومد تو. بارون